با توجه و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی کشور سال از سال بهتر و خوبتر کرده می‌شود. امروزها در برابر فراهمسازی شرایط کار و فعالیت، همزمان در دهات دوردست شهر و ناحیه‌ها بنگاه و مرکزهای سلامتی بنیاد گردیدند که مشکلات ساکنان را به تدریج آسان نموده است. در این روند در ناحیه 5 نیز یک زمره انشاءات ساحه از نوسازی و بنیاد گردیده به اهالی خدمت با صفت طبی می‌رسانند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش اسکندر سعید. بنیاد انشاءات ساحه تندرستی طی سالهای صاحب استقلالی مملکت بیشتر به راه مانده شده، وضع خدمت‌رسانی به اهالی بهتر و خوبتر گردیده است. در این روند در ناحیه 5 ولایت ختلان با سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران وطنی و جلب شریکان رشد، بنگاه و مرکزهای سلامتی بنیاد یافته به ساکنان شرایط خوبی تشخیص و طبابتی مهیا کرده شده است. عین زمان در ناحیه 34 بنگاه طبی و 12 مرکز سلامتی فعالیت داشته، در آنها 47 نفر کارمندان ساحه به اهالی خدمتی با صفت طبی میرسانند. در سال 2024 در 8 بنگاه سلامتی ناحیه ساختمان‌ها شروع کردند که از اینها 6 بنگاه طبی ساخته به استفاده داده شدند. اینا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه دستگیری یافتند ساخته به استفاده دادند. این چنین 2 بنگاه طبی از حساب صاحبکاران ساخته به استفاده دادند که در این دهها عموما بنگاه‌های طبی نبودند و از طرف صاحبکاران ساخته به استفاده داده شدند. ما مسئولین شهر با باوری کامل گفته میتونم که فعالیت خدمت‌رسانی طبی خود را در ناحیه خوبتر و بهتر میکنیم. بنگاه طبی جماعت دهاتی برخیان ناحیه که یک سال قبل به استفاده داده شده است، از 4 حجره کاری عبارت بوده، امکانیت بهتری فعالیت برای کارمندان مهیا گردیده است. 6 ماه می شود که ما در این بنگاه زمانوی که برای ما ساخته‌اند ما کار و فعالیت کرده استودیم. اهالی ما 1244 نفر، 315 تا خوجگی، رحمت به تأسیس دهنده همین بنگاه که با ما همین خیلی شرایط را مهیا کرده است. این ما را وادار میکند که ما با بیشتر خوبتر به خلق خدمت کنیم. در دایره اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور در دیگر جماعت‌های دهاتی ناحیه چنین بنگاه و مرکزهای سلامتی دهاتی قامت افروخته، ساکنان در محل زیستی خویش از چنین خدمت‌رسانی‌های با صفت بهره‌ور گردیده ایستاده‌اند. مسئولین نیت دارند وابسته به امکانات در دیگر دهه‌های احتیاج داشته انشاءات ضروری ساحه را بنیاد نموده، با این وسیله در حفظ سالمی جامعه سهمگزار باشند.